سلام و درود. من مصطفی M2 با یوزرنیم خود M2KHODE_M2 که آندرسکور هم همون آندرلاینه که به اشتباه بهش میگیم آندرلاین. توی این ویدیو همونطور که از تایتلش مشخصه من میخوام که درباره حواشی به وجود اومده حول محور تئاتر آژاکس، در واقع رپ تئاتر آژاکس که دستاندرکارانش از اعضای رپ فارسی بودن، تعدادیشون نه همشون، و کلا رپ بود در کنار تئاتر، یعنی اولین رپ تئاتر، یعنی به عنوان اولین رپ تئاتر هم معرفی شد. امید صفی دراماتورژش بود و قرار بود که سجاد شاهی، بیگ شگی، 38 ورست هم به عنوان رپرهایی که حالا قبلا کار تئاتر نکرده بودن توی این کار بازی کنن. البته امید صفی کارایی میکنه، نمیدونم تئاتر هم بازی کرده یا نه قبلا، فکر میکنم این کارایی تو تئاتر هم کرده قبلا. بریم براش. اول اگه بخوایم درباره این صحبت کنیم که پای تئاتر چجوری به رپ فارسی باز شد یا برعکس، باید از سینا سایی اسم ببریم. سینا سایی برعکس تعدادی که صرفا با تکیه بر معروفیت خودشون توی تئاتر حضور پیدا کردن و از برند و معروفیتشون برای فروش بیشتر بلیت نفع بردن، در کارگاه‌های کیومرث مرادی شرکت کرده و تئاتر رو اونجا یاد گرفته و در نهایت هم اولین اجراش رو برای تئاتر هملت تهران 2017 با کارگردانی خود کیومرث مرادی در خرداد 1396 انجام داد. البته ناگفته نماند که جاستینا هم کارشناسیش رو در سال 94 در تئاتر گرفته. در همون حوالی خرداد 96 فکر می‌کنم جاستینا هم اولین تئاترش رو بازی کرده. تیر ماه 96 هم حمید صفت به عنوان بازیگر نمایش لامبورگینی با کارگردانی سیامک صفری و بازیگری خود سیامک صفری و اشکان خطیبی معرفی شد، ولی با فشار وزارت ارشاد از این نمایش حذف شد. گفته میشه که حمید صفت از این نمایش یا باید حذف می‌شده یا کل نمایش لغو می‌شده که خود حمید صفت داوطلبانه کناره‌گیری کرده. فکر می‌کنم برای تیزر این اجرای لامبورگینی هم یه ویدیو منتشر شد که بیتش رو اپیکور زده بود. میام پیش داداش، میام پیش دیماه سال 96 هم جاستینا یه تئاتر دیگه به اسم مکان تهران حضور پیدا کرد و بازی کرد که یاس و سینا سایی و سجاد ترابی هم برای تماشا و حمایت حضور پیدا کرده بودن و یه عکس از اون موقع هم من پیدا کردم. خلاصه سال 96 یه استارت خیلی عالی برای حضور رپرها توی تئاتر بود. اینها همگی مقدمه بود که برسیم به رپ تئاتر آژاکس، نمایشی که امید صفی دراماتورژش بود و قرار بود سجاد شاهی، بیگ شگی و 38 هم توش اجرا کنن. یعنی اسمشون توی لیست بازیگرا بود، ولی نکته ای که وجود داشت این بود که نمایش قرار بود از دوشنبه 2 دی ماه 1403 روی صحنه بره، ولی رپرها روز پنجشنبه یا جمعه، یعنی 2 یا 3 روز قبلش به نمایش اضافه شدن و معلوم نیست اصلا چجوری فرصت تمرین داشتن. توی ویدیویی که از 38 سجاد شاهی و بیگ شگی هم منتشر شد، 38 گفت ما از 3 دی اجرا خواهیم داشت. بعد از باخبر شدن از این موضوع بود که به قول اشکورت اون وایس آیکونیکو فرستادم واسه اشکورت و فوروارد کرد توی کانال تلگرامش. هیچ وقت فکر نمی‌کردم برم پول بدم اجرای سجاد شاهی رو ببینم. واقعا الان جا خوردم. راستی دراماتورژم اگه نمیدونید چیه، یکی از دوستام اینجوری به من گفت که یه دستی به سر و روی نمایشنامه میکشه و کارهای کارشناسیش رو انجام میده. در واقع یعنی سفیر اصلا قرار نبوده بازی کنه و نکرد. من و اشکورت و یکی دیگه از بچه‌ها هم گفتیم بریم تئاتر به خاطر سفیر و بلیت گرفتیم و بعدش 38 یه ویدیو گذاشت که من و سجاد شاهی و بیگ شگی هم هستیم. البته یه رپر دیگه به اسم ورست هم بود تو اجرا که برای خودش حسابی تبلیغ کرد با استفاده از این تئاتر
ولی کسی خیلی جدیش نگرفت، خیلی روی این مانور داد. البته در کل مثل اینکه قرار بوده در اون نمایش 19 اثر اجرا بشه که همه این آثار هم توسط این رپرها نبوده و خود بازیگرا هم مثل اینکه قرار بوده اجرا کنن. از تیزرش هم اینطور برداشت میشد که یعنی قرار اجرای دیگه هم باشه. فکر میکنم صبح روز یک شنبه که قرار بود اولین اجرای تئاتر باشه، سجاد شاهی یه وایس گذاشت تو کانال تلگرامش و گفت من و یعنی نه من و نه هیچ کدوم از بچه‌ها قرار نیست هیچ کدوم از کارامون رو اجرا کنیم و این هم گفت که خودش از سه‌شنبه میاد و بقیه بچه‌ها زودتر میپیوندن به رپ تئاتر آژاکس. همون روز یک شنبه که روز اول اجرا بود گفتن 38 اجرا نکرده و گفته من چیزی آماده نکردم. سجاد شاهی هم اجرا نکرده بود و فقط مثل اینکه بیگ شگی آلایزون می رو اجرا کرده که اونم یکی از کسایی که اون روز رفته بود میگفت خوب نبوده. طبق ویدیویی که منتشر شده از اجرای بیگ شگی معلومه که اصلا میکروفون هم نداشته. داشتی که هرکی کسی چه ناشیه قففه نکو خیته بمبال سرویس داشتیه. راستی توی این تئاتر آریان دوستی و پاپا بویز هم به عنوان تنظیم کننده و میکس و مستر حضور داشتن. روز بعد یعنی دوشنبه هم با وجود این سجاد شاهی گفته بود از سه‌شنبه حضور پیدا میکنه و هیچ ترکی هم قرار نیست نه خودش نه هیچ کدوم از بچه‌ها اجرا کنن، حضور پیدا کرد و با علی گرامی و بیگ شگی آخر نمایش اجرا کردن. تهیه کننده در دو شب ابتدایی قبل از نمایش مثل اینکه اعلام کرده که مجوز ندادن ولی بعد از نمایش براتون سورپرایز داریم که منظورش همون اجرای بچه‌ها بوده. یعنی توی نمایش این رپرها حضور نداشتن برخلاف چیزی که اعلام شده بود. همچنین ویدیویی منتشر شد که یکی از تماشاگرها بلند شده و داره اعتراض میکنه. نظرش رو هم توی سایت تیوال نوشته بود و من موقع آماده کردن این ویدیو دیدم نظرش از اونجا حذف شده که نمیدونم توسط خودش بوده یا تیوال. نوشته بود که از تهیه کننده یا کارگردان خواسته به بقیه اعلام بشه که در شب‌های آینده هم وضعیت همینه تا کسایی که اجراهای بعدی میخوان برن سرشون کلا نره و جواب سربالا شنیده بود. در رابطه با اینکه اسامی رپرها از بازیگر به مهمان تغییر پیدا کردن گفته مشکل سایت تیوال بوده. در ضمن ادعا کرده بود که یکی از بازیگرای نمایش گفته 2 روز بقیه بازیگرا رو دیده و اصلا وقت خاصی برای تمرین نداشتن. یه سری هم رفته بودن به آریان دوستی پریده بودن. آریان دوستی هم خب گفته من قرار بوده که کارهای موزیک رو انجام بدم با پاپا بویز، انجام بدم و انجام هم دادم و اگه نیاز باشه بازم تغییرشون میدم ولی بقیه چیزا اصلا تو فیلد من نیست که خب راست هم میگفت. تو شب سوم دیگه اون اجرای بعد از نمایش هم انجام نشده و بیگ شگی استوری گذاشت و معذرت خواهی کرد. واسه امشب واقعا از صمیم قلب عذرخواه تک تکتونم و گفت اجازه ندادن. سجاد شاهی هم که کلا حضور نداشته. میگن تو شب سوم پشتیبانی تئاتر اعلام کرده هر کی بلیط خریده ولی تمایل به حضور نداره پولشون رو پس میده. یه ویدیو هم از شب دوم پخش شد که نشون میداد سجاد شاهی یکی رو هول میداد قبل از سوار شدن که بعدن سوار ماشین شدن که بعدن تو کانال تلگرامش نوشت به خاطر توهینی بوده که بهش کرده و اگه بازم تکرار بشه بدترش رو انجام میده. سجاد بعد از اون سجاد شاهی و تیمش یه استوری منتشر کردن و گفتن قرار بوده سجاد شاهی حضور داشته باشه ولی فقط از برند و طرفدارانش سوء استفاده شده و اصلا طبق توافقات اولیه پیش نرفته. از این به بعد هم گفتن که حضور نداره تو تئاتر و کسایی که بلیط خریده بودن هم اقدام کنن برای بازپسگیری اون مبلغی که پرداختن. در واقع زیرش هم نوشتن که مبلغ توافقی خود شاهی هم حتی پرداخت نشده. یه پیامک هم برای خریدارا ارسال شد که توش یه لینک برای کنسل کردن و مرجوع شدن پول خریدارا وجود داشت. یه ویدیوی عذرخواهی هم 38 و بیگ شگی و پاپا بویز منتشر کردن و گفتن از برندمون سوء استفاده شده و ما هم پولی نگرفتیم و اگه به مشکلی خوردین ببخشید، اگه به مشکلی خوردین خود ما هم دایرکت بهمون بدین ما پیگیری میکنیم حتما، که خب خیلی حرکت خوبی بود. و اینکه بچه‌ها ما از برندینگمون هم اینجا استفاده کردن دیگه، سوء استفاده شده و اینا. ما الان هر چی داریم از طریق شما داریم، یعنی ما آدمای مثل خودتونیم، یعنی مثل
مثل خودتون راه میریم بپوشیم و اینا و فکر نکنید قضیه خاصیه. واقعا عذرخواهی من طرفتون. اینم بازم بهتون بگم هر کدومتون که به هر دلیلی به مشکل خورین اگه خواستین پول بیتتون رو برگردونید لطفاً به یکی از ماها دایرکت بدین، ما 100% واسهتون اوکیش می‌کنیم که برگرده و اینم شانس ما دیگه. شهرونده همه دوستتون داریم. این میتونه درسی باشه برای دفعات بعد که وقتی دقیقه 90 رو با عجله میخواین با جایی کار کنید یاد این قضیه بیافتین و یکم دست نگه دارید و بیشتر فکر کنید. ناهماهنگی این اجرا یکی دوتا نبوده، نارضایتی زیاد بوده و تو سایت تیوال امتیازش شده 2.5 بود آخرین باری که چک کردم که یعنی واقعا امتیاز خوبی نیست. خود مجموعه تئاتر شهرزاد هم 2 روز اجرا رو لغو کرد و موکول کرد به روزهای آینده که این چیزی رو چندان تغییر نمیده، ولی جلوی ضرر رو هر وقت از آب بگیری تازه است. ماجرای رپ تئاتر آژانس فقط یه اجرای ناموفق نبود، بلکه نشون داد که چقدر نبوده برنامه‌ریزی و هماهنگی میتونه به هنر و اعتماد مخاطب آسیب بزنه. وقتی اسم رپرهای محبوبی یا معروفی حالا اعلام میشه و مردم برای دیدنشون بلیت میخرن، این یه قول و قراره. اما وقتی این وعده عملی نمیشه فقط مخاطب نیست که ضرر میکنه، هنرمندا هم آسیب میبینن و اعتبارشون هم خدشه‌دار میشه. همین دیگه. دمتون گرم که تا اینجا تماشا کردید. من سعی کردم خیلی خلاصه اینا رو بگم، خیلی هاشو خودتون میدونستید، خیلی های دیگه هم بوده که احتمالا خودتون باز بیشتر از چیزایی که من توی ویدیو گفتم در جریانش هستید. امیدوارم که باز یعنی شاهد همچین چیزایی نباشیم و حداقل تئاتر درست حسابی ببینیم. وقتی که یه بلیت می‌خریم و اسم 2 تا رپر میاد و دلمون میخواد بریم من نزدیک ببینیمشون، یه چیزی باشه مثل اجرای مهیار، میره قشنگ کاراشو اونجا اجرا میکنه با اسم تئاتر و لذت میبرن همه، کارهای بقیه هم حتی اجرا میکنه و حال هم میده. اجرای سینا سایی هم تمیز و شیک برگزار شد و از این بابت مشکلی نبود. همین. دمتون گرم واقعا. اگه ویدیو رو دوست داشتید یا حالا دوستی دارید که کلا در جریان نبوده چه اتفاقی افتاده، ممنون میشم این ویدیو براش بفرستید. لایک و سابسکرایب و شیر و کامنت و فحش و همه چی کلا یادتون نره. دمتون گرم. خداحافظ تا ویدیو بعدی.